امروزها در سرتاسر کشور معرکه پیرامون دعوت جوانان به صف ارتش ملی ادامه دارد. در حالی که حمایت مرز بومی کشور قرض هر یک جوان به حساب می رود، اما چون معرکه دعوت به صف ارتش ملی سر می شود، اکثریت جوانان از آن سرپیچی می نمایند. سبب این همه سرپیچی از خدمت در چیست؟ айди падару модар о сол ки буд чид фарзанд ки ба хизмат тайёр шуд бояд падару модар худаш барад хизмати ватан модара бояд худшон бифаҳманд модаро падаро. بسیاری جوانانی که از خدمت حربی می آیند آنها میگویند که در همین خدمت حربی وایها رو میزنند، خوراک های نقض نیست، لباس هایشان هم نه آنقدر خوب است، عذاب میتیند. ممکن سبب نرفتن آنها در همین باشد. وطن برای هر یک جوانمرد باید همچون مادر عزیز باشد. من نمیدونم برای چه جوانان از مقصد از خدمت حربی سرکشی میکنن. وقتی ساعت شده ما با اختیار خود به خدمت حربی رفته بودیم. برای هر یک مرد قرض خدمت حربی را ادا کردن. برای روشنی انداختن به بعضی آوازها آید زندگی و خدمت اسکران، ما به قسم حربی 02615 شهر دوشنبه رفتیم. روتا از خوبت خیل روتا برای مشقی پاگوی روزی صاف کش برابر شب نظام توجه خبر اوه کپیتان روتی قانون یکم قانون فخری برای مشقی پاگوی روزی صاف کن روتان. در دوام روز سربازان اول با آب و تاب دادن بدن مشغول می شوند، بعدا رخت خوابشان را درست کرده نانشته می کنند. بعضا وقت به کارهای آبادانی نیز مشغول می شوند. اینچنین در وقت خالگیشان بزم آراسته سرودخوانی می کنند. من فرمان جواهر از کمیسریت شهر پنجکند 2018 کالج تکنولوژی اینواسیونی را بود کردیم. حاضر در قسم حربی 02615 خدمت کرده ایستادیم. خدمت خوب است. من میخواهم که هر یک شهروند تاجیکستان خدمت کنند. همه شرایط سازند. من قرار شهری جمعویش بعد ختم دانشگاه با خواهش خودم با کمیسریت ناحیه جلالدین بلخی حاضر شده از معاینه طبی گذشته بعدا به صف قائم سالار جمهوری تاجیکستان مقرر شده که مدت یک ماه میشد که ما در قسم حربی 02615 کمانداتورای حربی وزارت مدافع خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستاده‌ایم. در اینجا چه از جهت خوراکه باشد چه از جهت لباسه باشد همش نرم و گرم میباشد. از آن که میگویند نوسکران را رنج و شکنجه عذاب می‌دهند. و ما در اینجا افسران و سربازان و سرژانتان مناسبت خیلی خوب دارند و همه جوانانی که به سن دعوت خدمتی رسیدند چنین میگویم که این در اینجا شرایط خدمت مادر وطن در سطح عالی میباشد.
метавонанд ки бо хоҳиши чун омада дар сафи қоимсолаи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватанро адо намояд. Мо рӯзе омадем дар тӯри қариб ки ҳар як нафари мо сарбозоре ки муддати 6 моҳ мешавад 1 сол мешавад ки пешаи мо омадагиянд даҷи ранги бародармо ғамхорӣ мекунанд ки оби хунак хӯрдан намеонанд, оби ҷӯш палатода меорад ё ки ягон чойник дар меорад ки ира бошад. ҳамин ғамхорӣ мешавад. Чи ягон мушкилиён бошад дастгирӣ мекунад, ягон тарзи нигоҳ ба мо мегӯяд, ҳар дигару дигар бетси пӯшидану чикор кардани ҳамин қисми ҳарбӣ ба мо кӯмак мерасад. Пеш аз хизмат омадан шумо худатонро чӣ гуна ҳис мекардед? Ягон ҳарос надоштед? Не, ман агар ки ягон ҳарос ки медоштам, хеле аввалаш хеле саволи ба ман медодед. Ман агар ягон ҳарос ки медоштам, худам бо хоҳиш будам ба хизмати модар ватан намекардам. Ман чӣ хеле ки дар берун будам, ҳозирам ман хеле истада расидам. бале, طول چند سال می شود که در این قسم حربی مذکور فعالیت دارید؟ من طول 3 ماه می شود در این قسم حربی فعالیت خدمتی دارم. پیشتر از این در دیگر قسم حربی وزارت مدافع فعالیت میکردم. از آن که میگویند در قسم‌های حربی نوسکران از طرف افسران کوب کرده میشوند یا اینکه با اسباب‌های برنده به مانند کار، الماس با طوری وحشیانه عذاب و شکنجه میدهند. و این چی گفتنی داره؟ در اصل این گپ‌ها اساس ندارم و هر یک قسم‌های نظامی امروز از طرف پروکراتور حربی بواسطه زیر نظارت قرار دارد و بغیر از این از طرف سرپرستان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان زیر نظارت قطعی قرار دارد. بغیر از این از جانب شخصان مسئول هر هفته تمام شخصی حتی 2 مرتبه در یک هفته مورد تفتیش یعنی معاینه قرار میگیرم و از این گپ‌هایی که در بین مردم میشنیم در اصل همین گپ‌ها در گوشه ما میرسه، همین سر صدا، لیکن یگان اساس ندارن. آیا در قسم حربی مذکور فقط عسکران که به هر گونه بیماری گرفتار شدن و یا به مانند خودکشی به چشم میرسند؟ خوشبختانه در قسم حربی ما این خیلی حادثه‌ها به خیر گرفته نشده است و برای پیشگیری نمودن همه حالت‌های لطکوب و فوت خدمتچیان حربی تمام چاره‌های ضروری نظام‌نشینده می‌شوند. عسکران با کارهای صحرایی به مانند زمین نرم کنی، کارتوش کنی و دیگرها جلب کرده میشوند؟ در هر یک قسم‌های نظامی موافق شتات یعنی قسم نظامی هست وزادای خوجگیداری. وزادای خوجگیداری که به واسطه وظیفه‌های خدمتی آنها به شمار می رود و برای پرغذا نمودن یعنی خوراک شخصی سربازان برای اجرای کارهای یعنی کشت کار و کارهای خوجگیداری جلب کرده می شوند. هستند جوانانی که بعد از خدمت 2 ساله باز همچون کارمند خدمتشان را دوام دهند؟ بله هست. ما این موافقی شماره یعنی وقتی آخر خدمتچیان حربی که پیش از همه معلوماتی عالی دارن که 12 ماه خدمت میکنن و بعدا خواهشمندم زیاد شده و هر سال چقدر که شما ذکر کردید شرط و شرایط ها خیلی خوب است و نظارت جدی، پس چرا جوانان از خدمت کردن سرکشی میکنن؟ من فکر میکنم پیش از همه مسئولیت پدر و مادران است، مسئولیت جامعه، مسئولیت انم مکتب‌های میانه عمومی در نظر دارم. به هر حال ما تمام چاره‌های امروز وزارت مدافع دیده ایستاده است برای انمی تشویق تبلیغ انمی رفت زندگانی خدمتچیان حربی در قسم‌های حربی که اما دائما ما پیوسته در آینه نگاه می‌بینیم و قسم‌های نظامی امروز یگان جای پوشیده و یگان جای مخفیش هم نیست. امروز تمامی تامینات خدمتچیان حربی در مورد نظر رهبریت قرار دارد. امروز یگان دشواری و مشکلی و یگان پرابلم جدی نیست که امروز جوانان که از خدمت حربی سرکشی کنند.